Assalomu alaykum, binandagon muhtaram. Boshimda diplomli vrach-urolog-androlog, xirurg, vrach-ultrasoniy diagnostika kenja yo'ldosh. Binandagon muhtaram. Mo imroz yak bemor murojaat qildi va amin drachitkadagi masturbatsiyadagi sababi masturbatsiya uzviy ma'lumotlarga varamshidagi limfangit megat va слишком kalon limfangit shudagi bu majbur ishdim va jarrohiy ila tabobat qilim va operatsiya giriftim. Ya'ni vaqti operatsiyadan men chizuvga lishni sharmasha giriftim va alhamdulillah bemor нормально so'z shud. من چیزی گفتنی هستم چیزی که این ماستورباسیون در اسلام در دین ما حرام کردگی این نیزریه برای که امیر کردن آدمایی که همین میکنن بسیار اثراتش من میبینم اثراتش در نه فقط همین اپراتسیون میکنیم در پسیخیک تاثیر میکنه عضوی مردونگی خستانش سوس میشه بسیار با پورنوگرافی میبینه این چیزا رو و اینو همین چیزای بعد همین خیلی اثرات با میبرد برای من گفتن که دکترایی که هستن با همین طرف میگن که طرفدار همین ماستورباسیون کردن درچیت کردن است و یا با من همین سوال میتونم که من اینجا نشستم و باید بیند چند آدمایی که از سببی که بسیار ماستورباسیون کردن درچیت کردن همین خیلی پرابلم ما با میبرد و یا خلاتایی که میشه ما مجبور میشیم جراحی استول بگیریم اپراتسیون کنیم و این بیمار بریم برای این بینندگان محترم همین ویدیو را دیگر دوستان قطع обязательно поделиться کنید که این هم خیلی اپراتسیون نکنیم که هم خیلی اثرات دیگر ضعیفی نشود بی قوت جنسی نشود و با همین ویدیو لطفا با شما معقول شده باشد لایک مونید سوالتون اگر داشته باشین در کامنتری مونید اگر وقت داشته باشین خونده обязательно جواب میدیم خودتون احتیاط کنید سلامت باشید